سلام، به کانال رومیت خوش اومدید. من رسولم و توی این آموزش قصد دارم به شما یاد بدم چجوری یه دونه برنامه رو ازش هر چند تا که دوست دارین کپی بگیرین. یعنی مثلا 3 تا دونه واتساپ داشته باشین، 2 تا دونه اینستا داشته باشین و خیلی چیزای دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش لطفا ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، اینستا ما رو هم فالو کنین. خب شما باید برنامه اپ کلونر رو دانلود و نصب کنی که پیشنهاد من سایت فارسرویت هست که اینجا اپ کلونر رو سرچ میکنین و در قسمت دانلود فایل مود رو دانلود و نصب میکنین، چون فایل عادیش بعد از یک بار داپلیکیت کردن به اصطلاح پولی میشه. خب شما بعد از اینکه اون رو نصب کردین اون رو اجرا میکنین و در تب‌های بالا اپس رو انتخاب میکنیم و در اینجا برنامه مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. کلون نامبر نشانگر این است که ما چند تا از اون برنامه کپی میخوایم که اون رو 1 میذارم. چنج آیکون کالر به اصطلاح رنگ آیکون برنامه کپی شدهمون رو نشون میده و دیگر گزینه‌ها که میبینیم. بعد از انجام این تغییرات گزینه تیک رو میزنم و منتظر میمونم که عملیاتش کامل بشه. بعد از اینکه تمام شد گزینه اینستال اپ رو میزنیم تا برنامه داپلیکیت یا کپی شدهمون نصب بشه. خب بعد از اینکه نصب شد اون رو میریم که تست کنیم. خب همونطور که میبینید من اینجا 2 تا اپ اسنپ دارم که یکیش اپ اصلی و اون دومی اپ کپی شده است. اون رو اجرا میکنم و میبینید که به درستی کار میکنه واسه من. شما میتونید با این قابلیت 2-3 تا واتساپ داشته باشین و همه سیم کارتاتون و اکانتاتون رو وارد کنین. خب اینم از آموزش امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. قبل از خداحافظی لطفا ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اینستا ما رو هم فالو کنید. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.